ما یک گروه دانشجویان مخلص اشدی شما هستیم بابایشون، خدا شما رو نگه داره. ما از سحر تا بیگاهی در مکتب هستیم، ما نماز رو در مسجد دایره کرده نمیتوانیم. آیا بابا جان ما میتوانیم نماز رو در مکتب در صنف با اشاره خوانیم؟ التماس با سوال ما جواب گویید. بابا جان در این موردها چه باید کرد؟ دادر عزیز، کسی که دانشجو هستی یا مکتب خوان هستی، نمازها البته عادتا نمازی که دانشجوهای ما در ادا کردن وی گویا اینکه عذاب میکشند، این نماز پیشین است. نماز پیشین وقتی خیلی فراخ دارد. مثلا در همین ایام تابستان از ساعت 12:30 به بعد شروع می شود وقتی نماز پیشین دادرای عزیز، تا ساعت 5:30 حاضر شما پیشین خوانین می شود، تا ساعت 5:30. فاصله ببینید چقدر دراز است. در مسجد ما فاصله نماز پیشین درازترین فاصله است، خیلی دراز است. ببینید شما اگر ساعت 1 در مکتب باشید، البته جماعه مسجد ساعت 1 می شود، شرط نیست شما نماز پیشینتون با جماعه مسجد کنید. خوب به خاطر عذری که شما مشغول و گرفتار هستید، جماعه مسجد میلش ترک بکنید. وقتی که از درستان فارغ شدید، ساعت 3 هست، من ساعت 4 هست، من ساعت 2 هست، بیایید خانه‌تان نماز پیشینتان تنها، اگر 2 نفر باشید با جماعت، اگر در یک حجره با هم مثلا خانه باشید، این صورت با جماعت نماز خانه انشاءالله فضیلت جماعت ثواب جماعت حاصل میکنید. فرض الهی از گردانتان ساخت میشود. اما این که در کلاسی در این صنفی در مثلا درسیتان در صنفی که درس میخوانید در اونجا نمازی پیشینه به اشاره خوانید درست نیست است. او اشاره خواندن در حالتهای استثنایی است، برای آدمهای استثنایی است، مثل بیمار هستن و رنجور هستن یا اینکه امکان دیگه وقت ندارن.